در دهه 1950 زمانی که ماشین‌های ابزار هنوز به روش‌های سنتی و دستی کنترل می‌شدند، یک مهندس مبتکر به نام سویو اینابا در ژاپن که در بخش توسعه شرکت فوجیتسو کار می‌کرد، پروژه‌ای به نام فاناک را آغاز کرد که مسیر صنعت تولید را برای همیشه تغییر داد. این شرکت به دنبال توسعه کنترل‌های عددی برای ماشین‌های ابزار بود. در آن دوران ماشینکاری فلزات عمدتاً به روش‌های دستی یا نیمه اتوماتیک انجام می‌شد و اولین تلاش‌های آمریکا برای ساخت کنترل عددی در مؤسسه فناوری MIT به نتایج امیدوارکننده‌ای رسیده بود. ژاپنی‌ها که متوجه اهمیت این فناوری شده بودند، پس از سالها تلاش موفق به طراحی اولین دستگاه کنترل عددی خود شدند که به اپراتورها اجازه میداد ماشین‌ها را به صورت اتوماتیک کنترل کنند و فرآیندهای پیچیده را با دقت و سرعت بیشتر انجام دهند. در سال 1972 فاناک به دلیل رشد چشمگیر و تمرکز بر تولید سیستم‌های کنترل عددی CNC و رباتیک به یک شرکت مستقل تبدیل شد. امروزه این شرکت به عنوان پیشگام در صنعت اتوماسیون شناخته می‌شود و با تولید ربات‌های صنعتی پیشرفته و دستگاه‌های CNC راهکارهای نوآورانه‌ای برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید ارائه می‌دهد. فاناک همچنین دستگاه‌های روبودریل را تولید می‌کند که با طراحی خاص امکان دریل کردن و پردازش مواد را با سرعت و دقت بالا فراهم می‌کنند. این دستگاه‌ها به تولید کنندگان کمک می‌کنند تا قطعات پیچیده و با کیفیت بالا را تولید کنند. جالب است بدانید شهر صنعتی فانوک در استان یاماناشی ژاپن با مساحت 1.5 میلیون متر مربع پس از تسلا به عنوان بزرگترین شهر صنعتی دنیا شناخته می شود. این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان ربات‌های صنعتی سبک و سنگین و پیشرو در ساخت سیستم‌های کنترل عددی CNC و تجهیزات اتوماسیون هوشمند است. دستگاه‌های فانوک در خطوط تولید بسیاری از شرکت‌های بزرگ از جمله بوئینگ، تسلا، اپل و تویوتا استفاده می شود و نقش کلیدی در اتوماسیون صنعتی این شرکت ها دارند. اگه دوست داری بیشتر در مورد CNC بدونی، CNC یاب رو فالو کن.